عروسی به سبک محلی در ولایت بغلان که نسل به نسل ادامه داشته است، عروسی ساده و بی‌آلایش و برخلاف مصارف گزاف در هتل‌ها. اینجا یکی از نواحی شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان است و اینها هم شاه آمدگویان به منزل عروس و به خاطر بردن او آمدند. عروس خیل برای مهمانان که از راه دور و از یکی از ولسوالی ها آمده است غذا آماده کردند. بعد از صرف غذا امام محله با چند تن از مهمانان و بزرگان محل با اتاق مخصوصی رفته و عقد نکاح می‌بندند. شما دادید به این جوانی اینجا در ولایت بغلان یا از شدت فقر و یا هم برای جلوگیری از مصارف بیجا مردم رغبت بیشتری به محافل سنتی در عروسی ها دارند تا به شکل مدرن و پرهزینه آن در هتل ها. رضا از بغلان میگوید این یک رسم دیرینه و آیین کریمانه مردم است که باید حفظ شود. مصارف ساده باشه، هم دستور اسلام است که ساده باشه، مردی کم باشه و همونقدر که ساده باشه همونقدر در آینده فامیل ها بسیار روابط نیک اصلا خوب، هر قدر مصرف غذا بلند باشه و مو اندازه بعد از عروسی ها فامیل ها بینشان اختلاف پیدا میشه، اختلاف درونی یا اختلاف خارجی از هر طرف به خاطر این اقتصاد مردم ضعیف است، دست به خودکشی و مثلا به این خاطر کلش مصارف غذا و عروسی است. او میگوید جوانان زیادی به دلیل همین سنگینی مهر و مصارف بیجای عروسی ها توان ازدواج را ندارند و اگر محافل و مهریه ساده و آسان باشد ازدواج ها هم بیشتر و آسان می شود. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.